Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Munozir rais, masala Elif. Shimo guzashtashini 1 daqiqa. Rais mumkin nazdi shuma odam omadagi masala Elif qati. ما مخری داریم علاقه دیرشه میتونیش میگویی که پگاه ساعتی 9 بیام با حضور گپ میزنم علش سعید گپ زنیم که سمنت مارکه 500 بیارم مایلش Xo'p, shudasiz rais. بله من هم در همین باره میگویم ای دخترک زیبا شاید مصلحت میکنیم گلچره میشه و ما محتر با تو زن زنم گپ زنیم خب ببخشید ماشین رو بیرونید ساعت چند است؟ ساعت 5:30 من این ساعت رو نمیگویم کدام ساعت رو در نظر داری نفهمیدم ساعت خودت رو میگویم تو مرا کی گمان کردی؟ چهل کی گمان کردم او خودت دویده اومده با ماشین سوار شدی من گمان کردم که شما تاکسیست هستید ماشین رو منع کن خب وگرنه پلیس رو جلب میزنم در اینجا پلیس نیست انا در آنجا پلیس ایستاده است او سوختور خاموش کنک است چشمانت کور است مگر با لباسش نظر کن معلوم میشود که تو با لباس نگاه کرده کس رو میشناسی ببخش من هم با لباس تو نگاه کرده گمان کردم که شما چی صد میگویید شرم کنید من هم از شرمم میگویم اخی اون دختره که در نزد پلیس هست میبینی؟ بله میبینم کیست تو؟ همشیره شوکت از او کی بودنش رو نپرسیده تنها با لباسش نگاه کرده میشناسی اکنون خودت بگو من با لباس تو نگاه کرده تو رو کی گمان کنم تنها من چون این لباس میپوشم ای هم قدم زمانه میشوم گفته هم قدم بدبختی شده ای مادری تو بی تو همین خیلی لباس میپوشیدن خواهرم تو مرا درست بفهم من از اون مردانی زنکباز و ناپاک نیستم اما تو رو در چنین لباس دیده مخصوص آمده ایستادم هر یک دختری تاجیک برایم خواهر است اگر تو هم دختری تاجیک باشی
پس با خودت لباسی مناسب بپوش. مثلا روی پوش تلفن با تو چی دار کن؟ چرا رو خریدی؟ آخه تلفنم قیمت بها است، نمیخواهم بشکند. چی؟ آن از تو هم گران بهاتر است. اگر تلفنت شکنه نوش رو میخری. ولی اگر تقدیرت شکنه چی کار میکنی؟ انا برای همین خواهر جان طور تلفنت رو احتیاط میکنی، بدنت رو نیست. همین طور احتیاط و محافظت کن. فهمو؟ اکنون بیرا. با شما کدام نمونه لباس ها محمد؟ این تا لباسی ملی. خوب. اگر پسر را تربیت کنی جمعیت را تربیت میکنی. اگر دختر را تربیت کنی ملت را تربیت میکنی.